حزب حیات آزاد کردستان نژاد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره جانباختگان این واقعه به شدت این کشتار را محکوم کرده و اعلام می‌دارد که اعمال خشونت‌های دولتی علیه مردم بیگناه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و تمامی مسئولان و آمران این جنایت‌ها باید در دادگاه‌های عادلانه و مستقل محاکمه و به سزای اعمال خود برسند. ما معتقدیم که سرکوب ملت بلوچ همانند سرکوب ملت کرد، ترک، عرب و سایر اقوام و گروه‌های جامعه ایران بخشی از سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای است که سالهاست در این کشور اجرا می‌شود. این سرکوب‌ها نه تنها هیچگاه خواسته‌های برحق ملت کرد و مردم ایران را خاموش نخواهد کرد، بلکه تنها موجب افزایش آگاهی، اتحاد و مبارزه علیه ظلم و بی‌عدالتی خواهد شد. حزب حیات آزاد کردستان پژاک با تأکید بر ضرورت وحدت و همبستگی میان ملت‌ها و گروه‌های مختلف در ایران اعلام می‌دارد که تنها راه برون رفت از این چرخه خشونت و سرکوب تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی اجتماعی کشور و تحقق حقوق و عدالت اجتماعی و احترام مبارزات برای دستیابی به آزادی، عدالت و حقوق حقوق برابر برای تمامی ملت‌های ایران جنسیان آزادی ببین ببخشید میرم رفتن آقای سلیم از طرف حزب دموکرات آذربایجان. سلام دوستان، سلام همراه گرامی.